یه نفر به ملا گفت تو زندگیت به ازدواجم فکر کردی؟ گفت آره اون موقع که جوان بودم سفر کردم یه جایی دختری رو پیدا کردم خیلی خوشگل بود. گفت چرا باهاش ازدواج نکردی؟ گفت مغزش خالی بود، بی فکر بود. گفت رفتم یه جای دیگه دختری پیدا کردم عاقل، زیرک، دانا. گفت چرا با اون ازدواج نکردی؟ گفت اون خوشگل نبود. گفت رفتم یه جای دیگه دختری پیدا کردم همه چی کامل، هم دانا بود، هم عاقل بود، هم زیرک بود، هم خوشگل بود، هم خوشتیپ بود. گفت چرا با اون ازدواج نکردی؟ گفت اونم دنبال یه آدم کامل میگشت. برادر هیچ کسی تو این دنیا کامل نیست، هیچ کس. دنیای آزمون و خطاه. باید اشتباه کنی، درس بگیری تا به یه جایی برسی. میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد و چون زیست بگو. کی کامل بوده برادر؟